عطیه جان سلام. سلام. خیلی خوشحالم که میبینمت. وقتی که کتاب منتشر شد من یه چیزی نوشتم که فکر میکنم خیلی آدم های کمی باشن، گوینده های کمی باشن که این امکان براشون فراهم باشه کتاب نویسنده مورد علاقه شون رو بخونن و برای من واقعا این استثنا بود. واسه همین واقعا خوندن گوگرد برام سراسر لذت بود. علاوه بر این که خب قلم تو اصلا خیلی قلم فوق‌العاده‌ایه، این که داشتم من انتخاب شده بودم برای اینکه بخونمشم خیلی برام باعث افتخار بود. واسه همین مضاعف خوشحالم که کنارتون قرار دارم بزنیم. قربونت برم، فدای تو بشم. لطف داری واقعا. منم البته بگم که موقعی که من حالا نمیدونم الان بگم یا جلوتر بریم، ولی ما خیلی دنبال صداهای مختلفی با ساناز که مدیر حالا گوش است و به هر حال دوست خیلی قدیمه من، خیلی میگشتیم دنبال صدایی که این چیزی که توی کتاب هست و یعنی شخصیت رو یه سگ مادر جاودانه است، در این حال لتوپار میدوه ولی یک صداش فرزانگی هم داره و خب خیلی حالا صداها رو بر من ساناز میفرستاد و اینا. من خوشحالم که واقعا البته پیشنهاد ساناز بود، گفت یکی پیدا کردم که این صدا فکر کنم خیلی خوب باشه و حالا خیلی خوشحالم که فکر میکنم اون صدا اون حس رو داره. امیدوارم که کسی که میشنونم این حس داشته باشه. آره منم امیدوارم و واقعا از سانازم ممنونم که باعث این اتفاق مبارک در زندگی من شد. اصلا به طور کلی یه درباره خود گوگرد حرف بزنیم. کی نوشتینش؟ بعد اصلا ایدهش از کجا اومد؟ ببین ایده اصلی کتاب در واقع با این لوکیشن شکل گرفت. من برای یه کار مستند یه مسابقه بعد انجام دادم، رفته بودم موزه پزشکی، تاریخ پزشکی که همین بالای امیرآباد و اونجا همین کتابخونه، یعنی دقیقاً به همین شکلی که توصیف میشه اون اونجا دیدم و وقتی اصلا وارد شدم همون شیشه همون شکلی نگهش داشتن. البته خب میگم اول کتابم نوشتم که با الهام از واقعیته و به هر حال دیگه بقیه‌شو خودم ساختم، ولی واقعا اولین داروخانه مثلا ایران بود. تا اونو دیدم دیگه میدونستم که یعنی این یک لوکیشنی که قراره یه قصه یه داستانی توش بر من اتفاق بیفته و از اونجا جرقه خورد. قرار بود در واقع راویش یحیی باشه، یعنی یک مردی که یک پیر مردی که لنگان من میدیدمش و یه سگ ولگردی هم که بود. اینجوری شکل گرفت که حالا به هر حال یه مسیری رو طی کرد و برای اینکه این تاریخ میدونیم بستریم که این تاریخ رو میخواد بگه و اتفاقاتی که افتاده دیگه حالا راویش شد اون سگه. شکلگیریش اینجوری بود اون نقطه اولیش. کلن موضوعات مرتبط با پزشکی در کتاب‌های تو خیلی پررنگه. این برمیگرده به عقبه خانوادگیتون و زیستی که تو احتمالاً در کودکی و حتی بزرگسالی داشتی. ببین آره من به هر حال توی خانواده یعنی بچگیم خیلی تو بیمارستان گذشته، حالا به واسطه شغل پدر مادرم و اصلا این یه جورایی حتی خوندن و کتاب پزشکی یاد گرفتم میدونی، یعنی و همیشه این تصویرها، زخم، درد، این چیزا برام یعنی جذبم میکرده. نمیگم حالا جذاب خوشایند نبوده و خب ببین اون موقع ما تو جنگ به دنیا اومدیم و تلویزیون هم همه این تصاویر به هر حال یعنی یه چیزی که یه بچه رو جذب میکرد، حداقل من چون بین اینا یه جورایی تشابه میدیدم، زخمی ها، کشته ها و بعد اینا دیگه در طول زمان جای شد. خیلی این بدنه و درک بدنی، زخم، درد، همه این چیزا خیلی تو ناخودآگاه هم رفته دیگه. دنبالش میرم و هی اینا رو میام انگار توی ساعتهای مختلفی، توی اجتماع، توی روان، توی اینا هی از این زاویه نگاه میکنم. حالا توی گوگرد یه جور جستجو بوده برای فکر کنم درد اجتماعی بیشتر، حالا در کنار هم درد بدنی. میدونی این کیمیاگری یه چیزیه که قراره که انسان جاودانه کنه، در واقع قراره که همه درمان همه دردها گویی باشه و انگار میگشتم دنبال این که تو چجوری تو بستر تاریخ، حالا تاریخ معاصر ما و توی بستر جامعه
این نگاه رو میتونی دنبال بکنی، میتونی دنبال درمان باشی یا میدونی پزشک، حالا کسی که میتونه این درد رو درمان بکنه، اصلا میتونه خودت میتونی میشه، یا این هی یک لوپیه که تو فقط باید یاد بگیری که توش مثلا برقصی، نمیدونم چی میشه گفت. فکر کنم اینجا اومده دیگه. روایت تاریخ از کجا اومد؟ چرا خواستی تاریخ رو روایت کنی؟ ببین به نظرم مسئله شخصیم تو اون دوره بود. من توی مثلا راهنما خیلی مسئله‌ام تاریخی نبود، اجتماعی نبود، خیلی مسئله شخصی، هستی شناختی این شکلی. اولین کتابتون راهنمای مردن با گیاهان لری. راهنمای مردن. به مرور هی این اجتماعی تر شد. به هر حال دل مشغولیات یا هر چیزی که یه نویسنده داره دیگه، مثلا تو من شماره 3 خب یه شکل دیگه‌ای بود، در مورد اوسیان بود، در مورد حالا چیزایی از این دست بود. مجمع الوحوش یک چیز دیگه‌ای بود از این تاریخ بندگی و همه اینا. و دوره که گوگرد رو می نوشتم که قبل کرونا بود، یعنی گوگرد سر اول کرونا دیگه نوشتن شروع شد، ولی خب یه تحقیق خیلی زیادی داشتم بوده به هر حال تاریخ. گوگرد قبل از مجموع الوحوش نوشته شد؟ آره گوگرد قبل از مجموع الوحوش نوشته شد، ولی بعد از اینکه نوشته شد 2 سال توی ارشاد موند. مجموع الوحوش برای این بعدش نوشته شد و ولی منتشر شد و بعد گوگرد به هر حال اجازه نشر پیدا کرد و در اومد. خیلی اون موقع این میگم به هر حال تاریخ این که و همش سوالی برام بود که چطور میشه، چرا این اتفاقات هی میفته و آیا راهی هست، آیا میشه، یا حداقل نمیگم جوابی، چون فکر می‌کنم این سوالی که شاید جوابی نداره، یا اما هر کدوممون در سفر کردن تو این سوال، در غور کردن، میدونی یعنی توش بخوایم غرق بشیم، میتونیم یه چیزهایی پیدا کنیم که چون تاریخ من فکر کنم گذشته به خودی خود واقعا مهم نیست، مهم اون نوریه که به لحظه اکنونمون میندازه. وقتی که تو در این در واقع سفر میکنی، میتونی یه لحظاتی روشن‌تر ببینی، میتونی بفهمی الان میتونم چیکار بکنم، الان چه اتفاقی افتاده، آیا میشه از یه چیزهای جلوگیری کرد یا نمیشه. اینا خیلی اون موقع مثلا بود، الان هم هست به یه جور دیگهش. و برای این خب دنبال تاریخ بودم. اصلا اینجوری نبود که انتخاب بکنم این موضوع این کتاب چی باشه، میدونستم که چون من مسئله‌مه اونجوری جهانو میدیدم دیگه، یعنی من تاریخ رو توی اون کتابخونه یا اون حرکت میدیدم و حالا برای این بود که این میتونم بگم نتیجه اون سفری بود که من توی اون مدت در اون تاریخ کردم، اون چیزایی که درک کردم ازش و فکر میکنم که نمیگم جوابی براش هست مخاطبی، چون اصلا قرار نیست داستان یا نویسنده جوابی یعنی اصلا قرار نیست بدون جواب، ولی میتونه سوالو بازتر کنه. آره و بازترش کنه، میدونی از یه جای دیگه نگاه کنه، از یه زاویه دیگه و حالا امیدوارم که اگر کسی میخونه به هر حال این احساسو داشته باشه. چیزی که خیلی زیاد توی گوگرد پررنگه مادرانگی اون سگ است. این که اون جاهایی که من خیلی زیاد موقع خوندن باش گریه کردم، اون جایی بود که راه افتاده بود، داشت میرفت، بچه‌هاشو باردار بود و به این نتیجه رسیده بود که دیگه هیچی درست نمیشه و داشت تلاش میکرد که این بچه‌ها به دنیا نیان و هیچ وقت نباشه. این وجه مادرانگی کتاب از کجا میاد؟ با توجه به اینکه کتاب مثلا شما به رها تقدیم کردی، دختره عزیز و قشنگه. ببین واقعا من اینو حالا به این دلیل به رها تقدیم کردم که فکر میکنم این شخصیت سگر رو مدیونشم، به خاطر اینکه من اینو کتاب دوری که باردار بودم نوشتم. البته خب ایده ببین اون سگر قرار نبوده حتی زن باشه، یعنی شاید یه سگ مثلا نری بود، ولی چون نوشتنش توی اون دوره بود تمام اون حالات میدونی همه این یعنی کمک کرد که بفهمم که این بارداری یا اون و تو چه تنوع شکلی که به جهان نگاه میکنی به واسه این تجربه برای من شکل گرفت. و یه چیز عمیق‌ترش این که ببین وقتی که تو بارداری، توی من همه
دوستام که مثلا بچه دارن مثلا مادری دارن تجربه میکنن، این سوال خیلی دردناکه، به خصوص وقتی خب تو وقایع اجتماعی هستی، داره اتفاقاتی میفته و مادرای دردمند میبینی واقعا که عزیزانی و به هر حال در هر شکلی، در جنگ، در تظاهر، در هر چیزی از دست میدن و تو میترسی، یعنی میدونی این که آیا قرار بچه من هم میدونی این اتفاق، یعنی تو یه چیزی رو بزرگ بکنی و مثلا این اتفاق برش بیفته. و خیلی این سوال عجیبه، چون که انگار اون هورمون، اون لحظه اون هورمونای یک زن اینجوریه که تو نگه میخوای بده، میخوای حفظش کنی و در عین حال هی این ترس و این تجربه از دست رفتن رو همزمان داری. خب کووید یه شکلش بود، نمیدونم بعدش ما چه اتفاقات اجتماعی سیاسی رو داشتیم میدونی و خیلی یعنی وقتی که تو این تجربه مادر بودن رو بکنی، وقتی از دست رفتن اون تصاویری که میبینی خیلی بیشتر آزارت میده و تو میترسی همش. اصلا این ایده که این هی بچه‌ای رو به دنیا داره و هی از دست داده و این دفعه نمیخواد این اتفاق، میخواد یه دیگه خسته شده، این خیلی از اینا بر اومد میدونی و پایانش دوست دارم نرها به همه بچه‌هایی که قراره مثل جاپای ما بذارن و قراره این دردها رو دوباره تجربه بکنن دوباره، چون به نظرم شکل زندگی در جهان و در این نقطه از جهان این شکلی خواهد بود و هست و بتونن که این جاودانگی پیدا کنن، حالا این هر چیزی رو به اسمش رو پیدا، این شکلیه دیگه. من اینو خیلی از رها داشتم و تقدیمش به رها میگم اون دختری که حالا هم کمکم کرد حضورش، همین که به هر حال همه بچه‌هایی که در آینده مسئول میرن، برای این بود حضورش. حالا دیگه نمیدونم چقدر در مورد خیلی خیلی این کاملا وقتی که تو میخونیش متوجه میشی که یه مادر نوشتتش. یعنی احساس میکنم که رها از همون لحظه های آغازینش به یک شکلی شما رو تغییر داده بوده. فکر میکنین بعد از اینکه رها کتابو بخونه چه حسی داشته باشه؟ والا در آینده الان چند سالشه رها؟ الان 4 سال و نیمشه. بچه‌م. آره والا واقعا نمیدونم، حتما تلخ. و ببین یه کاری که من فکر می‌کنم، یعنی من خوشبختم از این که هنرمندم و فکر می‌کنم نویسنده میتونم بکنم، از همون اول که حالا تو فیلمسازی و مستند این رفتم، میدونی تو این امکانو داری که اون چیز تلخ یا درد یا سیاهی که وجود داره رو تبدیل بکنی به یه چیزی که توش بارقه های نور هست. واقعا مثل کیمیاگری، یعنی خود اون کیمیاگری است، تو اونو عوض نمی کنی، میدونی چی میگم، اما انگار حقیقت یا ذاتش رو میتونی عوض کنی. تا کلمات از گفتن یکم این تجربه قاصرم و فکر میکنم که امیدوارم اگر رها اینو بخونه توش این کیمیاگریه رو ببینه، میدونی، یعنی وقتی تبدیل میشه همونه ها، ولی یه شکل دیگه است و اون شکلیه که خیلی ارزشمنده، به خاطر اینکه معنای این جهانه. یعنی حداقل من اینجوری فکر میکنم و برای این فکر میکنم که ادبیات خیلی مهمه. خیلی فکر میکنم که قصه یا داستان یا هر چی جواب مهم نیست، مگه چی رو میتونی تغییر بدی. تو چیزی رو بیرون نمیتونی، هیچ کتابی جلوی جنگی رو نگرفته، هیچ داستانی، هیچ چیزی، اما تونسته یه چیزی رو در آدم‌ها، یه حرکتی در آگاهیشون به وجود بیاره. کتابای حالا من نمیگم کتاب خوبیه، ولی امیدوارم بتونم چی کاری بکنم. یعنی فکر میکنم داستان میتونه این کارو بکنه و امیدوارم که حداقل تلاش من برای انجام این کار تو این کتاب باشه و رها اینو ببینه. رها یا هر آدم دیگه. من فکر میکنم که اتفاقا رها و رهاها میبیننش. یعنی اون چیزی که جمله اول که داشتین میگفتین درباره این که من یک بارقه های نوری توی همه این تلخی ها و سختی ها دارم نشون میدم، واقعا پایان شگفت انگیز و پرنوریه. حتی از بارقه به نظرم گذشته، قشنگ چراغ روشن کردی و واقعا منم امیدوارم یک جایی توی کتاب، من اینو برای خیلی‌ها تعریفش کردم، بعدش داشتین درباره حال مادرها حرف می‌زدین و میگفتین که مادرها به خاطر این خیلی مراقب بچه‌هاشونن، چون فکر می‌کنن که اینا قراره که یک تغییرات اینان که قراره عوض بکنن این شرایطو.
و به نظرم خیلی خیلی جمله درستیه. امیدوارم. ماره میدونی یه چیزی که اتفاقا همین الان ما داشتیم با یکی از نویسنده که بچه داره تا آقا صحبت می‌کردیم و فکر کردیم که در مورد این که نگاه کردن به این بچه ها چجوری این امید رو زنده نگه می‌داره. میدونی یعنی تو یک تجربی کردی، یک جاهای خیلی احساس شکست کردی و هی دوباره فکر می‌کنم کتابم در مورد همینه، این دوباره بلند شدن، دوباره زندگی مجدد شدن. و در تاریخ که مرگی وجود نداره، میدونی همش تبدیله، یه چیزی یعنی هر چیزی میمیره دوباره تبدیل میشه و یه چیز تولد جدید داره. اصلا ویژگی حالا این جهانه تا لحظه آخر یا دیگه بعدش هم نمیدونم دیگه فیزیک و چیزا میدونم، ولی در تاریخ وقتی تاریخ معاصر رو میخونی یا هر جایی رو میخونی این هست، این مرگ و تولد این جریان قطع نمیشه. و وقتی که تو شاید زندگی تموم بشه، ولی وقتی تو بچه ها رو نگاه میکنی خیلی اینو فیزیکال میبینی، تبدیل میشه و در اون ادامه پیدا میکنه و مرگ و تولد دوباره و امید به رستگاری، به رهایی، به خاطر رها. شما از اون نویسنده‌ای بودین که خب عمده کارهاتون هم صوتی شدن، یعنی هم مجال وحوش صوتی شد، هم راهنمای مردن با گیاهان دارویی و هم گوگرد. بله. چه احساسی داری این موقع که کتابو یک کس دیگه‌ای بلند میخونه براتون؟ گوشش میدین دوباره؟ گوش نمیدین؟ ببین من خیلی کامل گوش نمیدم چون کتابم دوباره نمیخونم، نمیتونم. آره یعنی من مثلا واقعا راهنما رو از حالا حداقل وقتی که با نگار صوتی شد چون بعد از نوشتنش بود تا الان مگه ممکنه یه ذره ورق بزنم ولی کامل نمیخونم. خب به دلیلی که به چند دلیل، یکی نمیخوام رو حالم نوشتن تاثیر بذاره و دوم این که خب فکر می‌کنم چقدر اینجاش بده چقدر اینجاش بده اذیت می‌کنین خودتونو. آره ولی خب بیشترش این که میگم اگه اولا این احساسم دارم که اینو من ننوشتم که اصلا یادم نمیاد. من خیلی آدمیم که یادم میره چیکار کردم و اینو در نتیجه مثلا دیگه ولش میکنم. اما موقعی که به هر حال اون دوره اوایلش که داره ضبط میشه یا تیکه تیکه مثلا گوش میدم و اینا، برام یه کتاب دیگه است. میدونی خیلی جالبه این و یه کتاب و اصلا ببین فکر کنم اینو اون موقعی که جلسه اولی که با هم حرف زدیم اینو گفتم که ببین وقتی تو کتابو، من خیلی مخاطب کتاب صوتی نیستم هنوز، توانایی که با گوشام بخونم و ندارم. خب ولی اینو میفهمم که ما وقتی کتابو میخونیم یه صدایی تو ذهنمون داره، اون صدای خودمون. حالا اون صدا از من خارج میشه و یکی دیگه میخونه. خیلی من هنوز به این تفاوت عادت ندارم. خب خیلی تفاوتی جایگاه عجیبیه در آگاهی، در فهم و اون صدای میخواد چیکار کنه. من موقعی که تو میخوندی من یه مخاطبی بودم برای این و یه شکل دیگه اینو میفهمیدم این کتابو. خیلی اون انرژی و تنین صدا تأثیر داشت در شکلی که من اون تصاویر رو میساختم، چون دیگه فرصتی که دوباره خودم حرف بزنم نبود و اینا و برام همیشه تجربه های عجیبی خیلی متفاوته با این که مثلا اینجوری هم اینو من نوشتم یا مثلا نمیگم بد یا خوبا، میگم فقط عجیب متفاوته و معتقدم که یعنی من خیلی به این معتقدم تو مینویسی با یک انرژی در این کتاب حضور داری، با یه وقتی میخونی کتاب، هر کتابی میخونی خالقش هست توش، نمیدونم چجوری ولی هست دیگه. وقتی شنیده میشه اونم هست توش، اون صدای اون و دیگه محصول دو تا چیزه. این کتاب صوتی بسیار معتقدم کتاب دیگه گوگرد، کتاب صوتی گوگرد کتاب من نیست، میدونین کتاب من و مهیاست، خالقش اون چیز که خلق میکنه دوباره تو ذهن مخاطب. و خب تجربه عجیبه. بعضی وقت از آدمایی که مثلا مجال وحوشو یا میپرسیدم آدمایی که دوتاشو هم خونده بودن هم شنیده بودن که این چجوری و اینا و معمولا هم تو این فضاها بود، ولی جالبه دیگه برام تجربه جالبی. و مردن با گیاهان دارویی رو نگار جواهریان خوند، مجمع الوحوش رو میرسعید مولویان، بله. و گوگرد که مهیا سعیدی. سوال سخت ازت بپرسم، کدومشون رو بیشتر دوست داری؟ یک مادر بین بچه هاش ببین همشو واقعا دوست دارم، چون فکر می‌کنم تو هر کدومشون برای خودم
یک مسئله رو چالش رو ساخته بودم و با همه توانم در اون چالش ها رو سعی کردم دست و پنجه نرم کنم و کشف کردم برای خودم، موقعی که از جهانش، از هر چیزی. الان که اینجا وایسادم نمیدونم چرا، ولی من خیلی مجموعه الوهوش رو دوست دارم. خیلی نمیدونم به دلایل خیلی زحمت بیشتری هم کشیدین برای نوشتنش؟ نه، از همه زحمت کمتری کشیدم. واقعا آره. که من احساس میکردم ساخت اون زبان و اینها ممکنه براتون. نه ببین، مجموعه الوهوش گفتم موقع من مجموعه الوهوش رو نوشتم که گوگل ممنوع چاپ شده بود. ممنوع شده بود کامل. اصلا گفتن نمیشه. و اتفاقات 1402 بود، یک فشار خیلی زیادی که به هر حال به همه بود دیگه، ولی حالا به خاطر اون که کارت هم تو مثلا چیز میشه برام، نتیجه یک فشاری بود که یهو اتفاق افتاد. حالا یهو که مثلا 6 هفته طول کشیده، چون ولی خب اینم خیلی بیشتر، ولی و تحقیقاتش توپگیر شده بود، چون مال یه دوره‌ای که من این فضا رو یه دلیل این که خیلی برای من راحت شکل گرفت. اینجوری بگم که من مجموعه الوهوش انگار نوشته شده بود، من فقط رونویسی میکردم. ببین اینطوری بود واقعا. اینقدر و خودم فکر میکنم که خیلی چکیده اون، خیلی ادبیات برام، میدونی برای من اینجوریه دیگه. و به نظرم من واقعا پخته ترین اثرتون از نظر زبانی هست. حالا من اصلا به زبانش فکر نمی‌کردم. یه چیز عجیبت بگم، من اولین فیدبکی که مثلا تو اینجا فکر کنم مائده خونده بود، یه سری سوال می‌خواست مثلا قبل از چاپش چتر کنه در زبانش پرسید، اصلا من مجبور گفتم مگه زبانش شکل خاصیه، در زبانش چی بگم مثلا. بعد یهو دیدم همه سوالات در زبانه، در حالی که من انقدر همون بود دیگه. نمیگم کار نکرده بودم، اما به عنوان یه چیزی که همونقدر که ساختاره بود، مثلا همونقدر که شخصیت بود اینا، خب اینم و راحتم، یعنی وقتی کدش برام باز شد دیگه هم پرده اول بازنویسی کردم و بعد دیگه رفت. اینجوری نبود که حالا دیگه خیلی مثلا مسئله من مسئله زبان نبود تو این کتاب. من زبان یه چیزی بود که قرار بود اون فرم رو بهتر برسونه یا هر چی. خیلی خیلی برام جالب بود که و با زبان مشکل پیدا می‌کردن یا میگفتن زبانه چرا اینجوریه، در حالی که من انقدر مال این بود بر غریزی و شهودی با یک میگم حالا تلاش بردا، ولی نه اون تلاشه مثلا چیزی که سختی و ممارست. آره خب همین این زبانش اینه دیگه، بر من جوری دیگه نیست، نبود، نمیتونم یه جور دیگه بود. دیر یافتم اصلا براتون نبود، از اول این زبانه آمد. ببین اولش نه یه سری یکم متفاوت بود ولی شبیه بود به این. اون زبان اول و وقتی بهش آگاه شدم شروع کردم درباره زبان قاجار خوندم و خب آگاهانه ترش کردم، ولی خیلی این آگاهانه شدم مال یعنی درونی بود، میدونی اینجوری نبود که تلاشی براش بکنم و بعد تو همه رمان شروع کنم تلاش کردن. تلاشاتون قبلا کرده بودین؟ اون لحظه داشتین تلاش دیگه نمی‌کردین؟ تلاشی یه جای دیگه تو ناخودآگاه، شاید تو اون اتفاقایی که قبلش افتاده بود، میدونی توی یه جای دیگه بود و نمیدونم من این کتابو یه جوری دیگه دوست دارم. کتاب صوتیش هم خیلی خوب شد. آره خب میرسعید تو فیلم همسرم حامد، یعنی من اونجوری باهاش آشنا شدم، بازی کرد که یه بازی واقعا به نظرم بازیگر درخشانیه و توی اون فیلمم چه فیلمی؟ خاطرات بندباز بازی کرده بود و خب با هم که بیشتر آشنا شدیم دیدم چقدر شخصیت عمیق و هنرمندی داره تو انتخاباش و توی نگفتناش. میدونی برای من خیلی به این دلیل، به خاطر نهایی که میگه به هر چیزی و خیلی دوست داشتم. فکر نمیدونستم اصلا به صوتیش هم فکر نکرده بودم و باز هم پیشنهاد ساناز و بهرنگ بود که و گفتم آره مثلا میدونی نگارم قبل از که اینو بخونه تو فیلم حامد پدیده نظر اتفاقی هم بازی کرده بود. یعنی خیلی به نظرم این انتخابای از شانس من بود، شانسی بود که فکر می‌کنم خیلی خوب. خیلی خوب. من کتاب صوتی مردم با گیاهان دارویی رو نشیندم، خودشو خوندم، ولی موقع ضبط مجموعه الوهوش بودم و یه وقتایی واقعا گوش وام ایستادم، انقدر که خوب اجرا کردم، انقدر که با همه توانشون
انگار که مثلا همه چی شده بود، صدا خیلی خوب بود. آره. ببین فکر می‌کنم من یه شانسی داشتم که نمیدونم شاید همه نویسنده‌های دیگه هم پروسه کتاب صوتی نمیدونم چطوریه، ولی این شانس رو داشتم که فکر میکنم هر کسی که اون کتابو خوند واقعا دوست داشت. یعنی یادم جلسه اولی که صحبت کردم که وقتی اینو گفتم خب من اصلا دیگه نمیام دیگه، چون اصلا میدونی تو وقتی که اون خالقه اون ارتباط رو با اون بگیره، خالق دومی که قرار تو صوتی اون خالق اوله باشه، به نظرم دیگه بقیه‌اش حله دیگه بقیه، یعنی تو لازم نیست کار دیگه بکنی، اون کارشو بلده و عنصر اصلیه این که ارتباط رو گرفته و دوست داشتن اون مثلا مهمترین ارتباط جهان هستی داره دیگه فهم کنم بقیه‌اش تو میتونی بسپاری به آره واقعا جهان. گوگل برای من خیلی دوست داشتنی بود، خیلی یکی از اون چیزاییه که خودم افتخار میکنم. اگر که بخوام مثلا 4 تا کارم دیدی اینجا نشستم دارم من خودم تعریف میکنم، اگه قرار باشه 4 تا کارمو بگم مثلا گوگل یکی از اون چیزاییه که واقعا میگم خب اینو گوش بدین، اگه خواستین نمونه کار منو بشنوین گوگل رو گوش بدین. و میگم به شدت لذت بخش و به شدت یه جاهایی وقتی من میخوندم میدیدم بچه‌ها پشت دارن گریه میکنن. احساساتی شده بودم. ولی من نبودم تو همه جلسه اول بودیم. آره جلسه اول بودم، حالا یکی دو یه بار با هم حرف زدیم و اینا، ولی یعنی واقعا وقتی که دیدم که اصلا دیدم پیداش کردی دیگه، اصلا دیگه نیاز نیست واقعا به حضور من و نمیدونستم این آره البته من قصدم واقعا در نوشتن هیچ وقت در آوردن گریه کسی نیست، اصلا خیلی چیز نیستم احساسات و اینا، ولی فکر میکنم شاید این کتاب یا بعضی از کتابا چون برمیگرده ببین تجربه تو رو به نسبت به اون ماجرا باز میکنه، ببین تاریخ زنانگی توش وجود داره و آدما یاد خودشون یاد اون لحظه خودشون میافتن و خب ممکنه که این اتفاق بیفته. نه خیلی چیز دراماتیکی خیلی بهش متعهد نیستم ولی میفهمم که چه حسی نمیخوای اون لحظه اشک مخاطبو در بیاری، نه واقعا اشک مخاطبو واقعا در میاری. نه اصلا امیدوارم. این همه شخصیت داره گوگل برخلاف بقیه کارهای شما، یعنی ما عموما در کارتون با تعدد شخصیت های این شکلی مواجه نیستیم. این همه شخصیت از کجا اومد و کلا چه شکلی می نویسین؟ یعنی از این تخته ها دارید که شخصیت ها رو روشون میذارین یا؟ ببین من شما رسم بچه شخصیت های زیاد بود ولی قصه اونا خیلی نداشتن، یعنی تمرکز رو این بود. ولی خب این مسئله این بود که تو یعنی بعد توی یک دوره مثلا 150 ساله شخصیت های مختلف و قصه هاشون رو مثلا میرفتی و خیلی بر من کار میگم اون چالشایی بود که خیلی کار سختی بود، کجا رو بگی، چجوری بری، همه یه چیزایی که به هر حال از دست نره اون کلیته. و هر کدومشون هم یک واقعا به خودتون یک داستانی دارن، یعنی اینا فقط حضور ندارن، آدمه میاد و یک اکتی، یک اثری میذاره توی خودت. آره من یک عالمه نوشته داشتم که کی اصلا که یادم نره اصلا کی به دنیا میاد، یعنی تاریخچه کل این اتفاقو داشتم. من خودم نوشتنم اینجوری که در واقع اون فضای کلی پیدا میکنم، یعنی میبینم نه که بگه نمیدونم هست دیگه، مثلا میفهمم که اینه مسئله من میفهمم چیه و بعد دیگه تو داستان با خیلی تحقیق گستره، خیلی لذت نوشتن بر من تحقیقه که میگردی میخونی در هر زمینه، یا یعنی چه میخوای ببینی مسئله چیه، فلسفه میخونی، نمیدونم تاریخ میخونی. بر گوگل چی خوندی؟ خیلی اونی که خیلی لذت بردین از خوندنش چی بود؟ یهو پیداش کردی؟ ببین خیلی یادم نیست، ببین مال قبل کرونا چند سال پیش، ولی واقعا خیلی در کل که چون من مطالعه تاریخ معاصر انقدر سیستماتیک نداشتم، ببین یعنی تو کل یعنی پیوسته میدونی تو تیکا رو شاید به هر دلیلی خونده باشی، ولی یهو پیوسته که شروع کنی مثلا از مشروطه، من اون چیزایی که دوره مشروطه بود و اینا خیلی برام عجیب جالب بود، به دلیل اینکه تو وقتی روزنامه رو میخونی یا وقتی چه میدونم اصلا هم سفرنامه‌ای که اصلا میبینی همونه همین امروزه که و همون مسائل، همون چیزاست که به نتیجه نمیرسه، همون و خیلی از اینجا 200 ساله داریم یه چیزو میگیم. آره و هنوز خیلی سواله چیه که ما نمیتونیم. از من حالا مثلا توی یه رمانی که حالا دوست دارم بعدن، یعنی دارم روش کار میکنم، نمیدونم چیه، اینه که
حدس خودم چیه که حلش نمیتونی بکنی، میدونی، یا چه چیزهایی، شاید یه چیزی هم نباشه نمیدونم، ولی اون دوره رو میخونم خیلی برام عجیب بود. و بعد هی تو فکر میکنی که 150 سال پیش دوری هم نیستا. ببین واقعا دوری نیست، اصلا یه جایی فکر میکنی خیلی دوره ولی بعد میبینی دور نیست، بعد هموناست. هرچی ببین خب اون چیزای تاریخی که من دیگه واضحه دیگه، نمیدونم ایران بین دو انقلاب و اینا رو که دیگه میدونی همه رو خوندم. خب خیلی خاطرات خیلی کمکم کرد. روزنامه ها خب به خصوص. خاطرات کیو خیلی خوندین؟ خاطرات ببین هر چی دستم میرسید میخوندم. از چپا خیلی بود، نمیدونم زمان تو بعد انقلاب که چیزایی که چاپ شده بود، هر کی اصلا نمیتونم الان بگم. ببین انقدر هرچی بود، هرچی به دستتون یعنی هرچی به دستم میرسید و توش پیدا میکردم، میدونید داستان و فضا رو، آدما رو، همه اینا رو توش پیدا میکردم. تا مثلا دیگه میرسید به حالا بیشتر توی این کتاب بیشتر تا انقلاب خیلی به طور خاص مطالعه کردم و بعد دیگه بقیه‌شو دیگه من از جنگ زندگی کردم، بقیه دیگه خاطر شخصی بود. ولی میگم هر چیزی که و بعد یه بخش تو فلسفه بود که خب همیشه فکر میکنم برای اینکه تو بر من اینجوریه معنای اینا رو پیدا کنی. کسی که رو تاریخ کار کردن، نمیدونم کسی که با در مورد ایده رهایی کار کردن، مثلا خیلی تو چپا شاید حالا گرایش منه که تو اونجا پیداشون میکنم، مثلا بنیامین، نمیدونم دولوز گوتا، اینا که به این چیزهای رهایی بخش. حالا نمیگم این تو که در متن جاریه، ولی من اینطوری هم که وقتی که در فضای فکری یک چیزی، یه ایده غرق میشم، قصه‌مو میتونم واضح تر ببینم و لمس کنم و بفهممش. اینا خیلی کمکم کردن. خیلی. فکر میکنین که کدوم مخاطب از خوندن و احتمالاً شنیدن گوگل خیلی لذت ببره؟ ببین به هر حال کسایی که یعنی مسئلهش فکر میکنم مسئله تاریخ معاصر باشه دیگه. یعنی خب من خیلی الان به چیزای تاریخی علاقه مندم، ولی خیلی یه دوره‌ای نبودم. یعنی تو میتونی یه دوره‌ای باشی، یه دوره‌ای نباشی. حتما مسئله‌ت به هر حال باید تاریخ باشه. فکر میکنم اگه یه مادری باشی و اون لحظات احتمال خیلی بد یه جور دیگه شاید بد بخونیش دیگه. بقیه رو نمیدونم کیا خیلی بد بزن. احساس میکنم اونایی که دغدغه مادر شدن دارن، اونایی که پاسخشون به اینکه آیا بچه دار بشیم یا نشیم، یعنی پاسخ درستی ندارن بهش مرددن، بعدن فکر میکنن که توی این شرایط و اوضاع بهتر که بچه دار نشیم، هر چیز دیگه این شکلی. خیلی زیاد ارتباط بگیرم با گوگل. آره امیدوارم. به هر حال ببینم یه بخشی از من همیشه جواب شخصی ما برای این سوالی که همیشه این بود، این که انقدر این جهان شگفت‌آوره و راههای رهایی در خیال، در واقعیت میشه ساخت و انقدر این کار قابل ستایشیه و هر کسی میتونه انجام بده که مثلا حالا فکر میکنم این نگاهی بوده که توی این گوگل به هر حال من دارم دیگه. حالا خیلی فکر میکنم که یعنی من اصلا اون سوالو برام سوال غلطیه، میدونی، چون فکر میکنم زندگی خیلی جالب. من الان دارم یه فیلم جستاری در مورد درد کار میکنم، خب در مورد درد میخونم و اینا. حالا اینکه چقدر این درسته نه، ولی اولین احساسی که انسان تجربه میکنه اون درد است که داره از بدن مادرش میاد بیرون. زندگی با درد آغاز میشه، میدونی، تو این خود زندگیه و تو نمیتونی کسی رو، قرار نیست اصلا نمیتونی کسی از درد نجات بدی یا بکشی بیرون، میدونی، ولی میتونی در جهان یاد بگیری که چطور با درد زندگی کنی و بهش معنا بدی. و بعد اینکه تو نمیتونی که بچه تو از درد بگی. من نمیتونم واقعا وقتی همه شاهده، نمیدونم همه این اتفاقاتی هستی که جوونا تو خیابونن یا همیشه فکر میکنم بچه‌م میگم من رها رو دست و پاشو میبندم، میدونی، نمیذارم هیچ، ولی نمیتونی و نباید بکنی، میدونی، چون انسان به دنبال آرزوه و به دنبال اینه که راهی پیدا کنه. اصلا این که تو درد بهت میاد وارد میشه و خیلی عجیبه و همزمان آغوش مادر رو درک میکنی و
زیبایی و همه اون چیزا. اصلا خود زایمان همینه، میدونی دردی، حداقل من در طول زندگی دردی از اون لحظه بیشتر تجربه نکردم و اون لحظه بعدش که بچه رو میدونی چقدر تناقضه و اینکه تو بدون بفهمی که حالا اینه که میگم یه چیزایی که تو کتابم هستا، این که اصلا این زندگیه، اینه میدونی یه چیز دیگه ای نیستا و بعد یه جور دیگه به چیزا نگاه میکنی، فکر میکنم دنیا یک معنای دیگه پیدا میکنی و یه جور دیگه میشه همه چی دیگه. حالا امیدوارم که یه چیزهایی باشه تو گوگرد، حداقل این چیزی بوده که من بک‌گراند داشتم برای نوشتن گوگرد و توش تنیده شده. به نظرم که هست، همه چیزهایی که گفتی هست و چیزی که من از این گفتگومون با خودم میبرم همون جمله‌ای که گفتی که ما اومدیم که درد بکشیم ولی مهم اینه که چه شکلی به این درد معنی میدی. آره واقعا ممنونم ازت عطیه، خیلی گفتگوی جذابی بود. مرسی، ممنون از تو که همچون به خاطر کتاب خوندی و به هر حال هم حرفی که زدیم. قربانت، متشکرم، واقعا ممنونم ازت. مرسی قربونت، خداحافظ. خداحافظ همه. خداحافظ همه.